به نام خدای قادر مطلق. سلام، علیرضا هستم. امروز میخوایم در مورد محبت خدا صحبت بکنیم و این پیام برای شما دارم که خداوند شما رو دوست داره و اینو در کتاب مقدس میتونیم پیدا بکنیم و بفهمیم چطور خدا ما رو دوست داره و چقدر ما رو دوست داره. منتها اینو بگم که محبت خدا به چند قسم و یکسان نیست برای همه. یک قسمت اولش برای همه مخلوقات خدا یکسان بود و هست و اینو ما در کتاب پیدایش میتونیم مطالعه کنیم و الان و متوجه بشیم این قضیه رو. پیدایش باب اول، آفرینش. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود روزی اول. همطور توی ویدیو قبلی گفتم آفرینش جهان هستی به طور کل و ملکوت که شاملش میشه در 6 روز انجام شده. این که خداوند در ابتدا میگه خدا آسمان ها و زمین را آفرید، به معنای تفسیرش اینه که ملکوت و زمین را آفرید. این در روز اول. و خدا خب گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند و خدا فلک را بساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روزی دوم. این اصلا کلا دانش ما رو در مورد آسمون به طور کل تغییر میده. دوست دارم یه جلسه کلا راجع به همین چیزایی صحبت بکنیم که این چیزهایی که ناسا راجع به آسمون میگه و اینها میتونه کاملا غلط باشه. واضح اینجا خدا میگه که و خدا گفت فلکی در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند و خدا فلک را بساخت، آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد و خدا فلک را آسمان نامید. یعنی یه فضای خالی بین آبهای پایین و بالا. خیلی جالب. دلیل آبی بودن آسمون هم قشنگ مشخص میشه چرا آبیه. و شام بود و صبح بود روزی دوم و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و چنین شد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست. و این نیکو بودنش که در آخر هر آیش میاد توجه داشته باشید که من آخر باز توضیح میدم که نیکو چقدر مهمه. و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین. و چنین شد و زمین نباتات را رویانید، علفی که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه دار که تخمش در آن موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست. مجددا. و شام بود و صبح بود روزی سوم. این روز سوم. و خدا گفت نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند. اینی که ادعا میکنن به مریخ میخوان برن و به فلان میخوان به ماه رفتن و اینا که دروغش اصلا در موردش خیلی بحث هست تو خود آمریکا. میگه اصلا کلا اطلاعات ما رو تغییر میده راجع به آسمان. میگه نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند اولا و برای آیات
زمانها، روزها و سالها باشد. یعنی تشخیص بدن، مثل ستاره شناسا، یعنی تشخیص بدن که تو چه دوره‌ای از زمان هستن، تو چه سالی هستن، تو چه ماهی هستن. حتی جهتیابی نمیتونم منظورش ستاره شمالی مثلا پیدا میکنم. برای این چیزا بوده. و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند، در زمین روشنایی هم بدن. و چنین شد. و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان را. و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند، تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست. و شام بود و صبح بود روزی چهارم. و خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده را که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را به اجناس آنها. و خدا دید که نیکوست. و خدا آنها را برکت داده گفت بارور و کثیر شوید و آبهای دریا را پر سازید و پرندگان در زمین کثیر بشوند. و شام بود و صبح بود روزی پنجم. و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها. و چنین شد. پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنها. و خدا دید که نیکوست. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخمداری که بر روی زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. و به همه حیوانات زمین و به همه پرندگان آسمان و به همه حشرات زمین که در آنها حیات است هر علف سبز را برای خوراک داده. و چنین شد. و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. و شام بود و صبح بود روز ششم. باب دوم میگه و آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. این آفرینش کلیه در 6 روز انجام شد و در روز هفتم خدا آرامی گرفت و برکت داد روز هفتم رو و تقدیس کرد. برای همینه که بنی اسرائیل که توضیح میدم حالا جریانشو، قوم برگزیده خدا، اونها روز شنبه رو روز سبت خدا میدونن و درش هیچ کار نمیدن، انجام نمیدن. حالا توضیح میدم. حالا دیدین آخر هر روز خدا دید که نیکوست. در زمان مسیح یک نفر مسیح رو اینجوری صدا میزنه ای استاد نیکو. بعد میگه چرا بنات نیکو صدا زدی حال آنکه نیکویی تنها برای خداونده. حالا ببینید که خدا برای چیزایی که آفریده میگه نیکوست. یعنی ببینید چقدر والا مقام، چقدر با ارزش. این محبت خداست. و اینکه میگه که برکت داد خدا
به آفریده‌اش. این محبتی که به صورت کلی برای همه بشریت، برای همه موجودات به طور یکسان خدا داره همچنان. منتها یه محبت دیگه هم هست که محبت خاص به افراد خاص یا قوم خاص. مثل حالا من چون یادداشت کردم از اینجا نگاه میکنم به اینکه پرت نشین از ماجرای هابیل و قاین. اینم جالبه که اینجا و آدم و حوا صاحب 2 فرزند شدن که حالا در قرآن هابیل و قابیل گفته میشه. حالا شاید ترجمهش به اون صورت هست، ولی در ترجمه فارسی قاین و هابیل. و بعد از مرور ایام واقع شد که قاین هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخستزادگان گله خویش و پیه آنها هدیه‌ای آورد و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قاین و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قاین به شدت افروخته شد، سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قاین گفت: چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی میکردی آیا مقبول نمیشدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. اینجا میبینیم که خدا باز محبت خاصش به هابیل بود تا قاین. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه قاین از اون سرگل به قول معروف محصولش نیاورد. مثل این ضرب مثل تو اسلام هم، توی برای اسلام هم میگه روغن ریخته رو نظر امام رضا نکن، یه همچین چیزی. خدا همیشه حتی برای قربانیایی که در زمان از زمان موسی نبی اعلام میکنه، همش مثلا اعلام میکنه که بره بی عیب باشه، نمیدونم گوساله بی عیب باشه، نقصدار اگه بیاره گناه برش واقع میشه، یعنی اون گناهش بخشیده نمیشه. اینقدر این مسئله مهمه. اینجا ببینیم هابیل از قاین متفاوت شد برای خدا. محبت خدا بیشتر بود به هابیل تا قاین. این یک مسئله. بعد میریم سراغ نوح، زمان نوح. در زمان نوح و میشه پیدایش باب 6. یه توضیح کوچیکم بدم قبل از این قضیه. من تجربه صحبت کردن اینجوری با جلوی دوربین ندارم واقعیتش. یه مقدار صدا میلرزه، متوجه میشین. البته به خاطر اتفاقات گذشتم هم هست، یه سری مشکلات دارم و ازتون معذرت میخوام. تحمل کنید. با امید خدا ایمان دارم که هر روز بهتر میشم تو این قضیه. پیدایش باب 6 باز شرارت انسان رو میخواد توصیف بکنه. و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خویشتن گرفتند. اینجا توجه داشته باشید، ما وقتی در مسیح میگیم پسر خدا، تعجب نکنید. خدا اینجا فرشته هاشو به نام پسر خودش اعلام میکنه و اینها کسایی بودند که همراه شیطان از ملکوت افتادن، اخراج شدن در واقع و به زمین اومدن. اینها برای اینکه شیطان قسم خوردش، چون با خدا که نمیتونه مبارزه بکنه،
قدرتش به اندازه خدا نیست. درسته که بعد از خدا فرشته اول بزرگترین فرشته خدا بوده، به نام لوسیفر هم مشهوره، نمیدونم اویل هم میگن، شیطان هم میگن. خدمتتون عرض کنم که مغرور میشه. اصلا دلیلش رو بهتون قبلش بگم که چطور بوده. چون بالاترین مقام رو داشته بعد از خدا، مغرور میشه، میگه چرا پرستش فقط برای خدا باشه، من هم باید پرستیده بشم. از این رو خدا اخراجش میکنه در واقع، یعنی از مقامش حالا کنار گرفته میشه و این صحبت ها. همراه خودش 1/3 فرشتارم باعث میشه که همراه کنه با خودش و از ملکوت خدا اخراج میشه. دقیقا مثل انسان که از باغ عدن اخراج شدن به خاطر گناهی کردن. گناه شیطان غرور بود و به خاطر همین خدا در واقع میکائیل و فرشتگانش با شیطان و فرشته‌های طرفدار شیطان و همراه شیطان مبارزه میکنن و اونا رو از ملکوت اخراج میکنن. حالا شیطان چیکار میکنه؟ با خدا که مبارزه نمیتونه بکنه، حتی قدرتش به میکائیل هم نرسیده و قسم میخوره که هرچه خدا آفریده رو نابود بکنه. به خاطر همین یک قدرتی هم که فرشته دارن اینه که به شکل انسان میتونن تبدیل بشن به شکل انسان. به خاطر همین اینجا میگه پسران خدا آدمیان را دیدند که نیکومنظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خویشتن گرفتند. و خداوند گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است، لکن ایام وی 120 سال خواهد بود. خیلی جالبه، سن انسان از آدم در سن 980 سالگی فوت کرده، ولی از اینجا خدا میگه 120 سال خواهد بود. و الان هم نگاه کنین، حالا که خیلی کمتر شده ولی میانگینش الان میگن حدود 70 سال در ایران البته. و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها را برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال های دل وی دائما محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. اما نوح در نظر خداوند ارتفاع یافت. اینجا باز نوح محبت خاص از خدا دریافت میکنه و باز داستان نوح که خدا باش صحبت میکنه و میگه کشتی بساز به این ابعاد و حالا شاید داستانشو شما بدونید چجوریه. ولی اینجا ما بحثمون کلا زندگی نامه هر کدوم از انبیا نیست، فقط بخشی که خدا توجه خاص میکنه به اون شخص هستش. پس اینجا نوح باز در نظر خداوند، یعنی به خاطر نوح بشر رو از بین نبرد خدا. باز از نوح کثیر شدیم و دنیا دوباره پر میشه. بعد از نوح میرسیم به یوسف نبی. باب 37 پیدایش. درس کتابی که من دارم میخونم کتاب ترجمه تحت اللفظیه و تفسیری نیست، چون ممکنه تو تفسیر نگرش خاص خودش رو شخص بده، از اونم دارم ولی
برای زمانی که یه متنی برام نامفهوم باشه اونو مطالعه میکنم. خب میرسیم به زیاد هست، ولی من میخوام چند تاشو فقط مثال بزنم که خدا محبت خاص هم داره. زمان یوسف که از باز قبلش اتفاقا به یعقوب پدرش باز خدا التفات داشته، خیلی با ارتباط داشته و رویاها میدیده، با خدا حرف میزده. من از اون گذشتم و به یوسف رسیدم و یوسف خوابی دیده، آن را به برادران خود باز گفت، پس بر کینه او افزودند و به دیشان گفت این خوابی را که دیدم بشنوید. اینک ما در مزرعه بافه ها میبستیم که ناگاه بافه من برپا شده بایستاد و بافه های شما گرد آمده به بافه من سجده کردند. برادرانش به وی گفتند آیا فی الحقیقه بر ما سلطنت خواهی کرد و بر ما مسلط خواهی شد؟ میدونید چون کوچکترین پسر بوده، 11 تا برادر داشته، 11 تا برادر بزرگتر از خودش داشته و کلا هم اینجوری که نخست زاده یه ارشدیت خاص داشته، ارشد بوده و در نزد پدر معمولا که نه کلا خاص بوده، حتی برای خدا هم نخست زاده که پسر خاصه و معمولا احترام اون از بقیه بیشتره. برای همین برادراش تعجب میکنن که خوابی که دیده این بافا این که بسته بودند از محصولشون، همه بافای اونها بر بافه یوسف سجده کردن. برادر خلاصه میگن بر ما مسلط خواهی شد و به سبب خوابها و سخنانش بر کینه او افزودند. از آن پس خواب دیگر دید و برادران خود را از آن خبر داده گفت اینک باز خوابی دیدم که ناگاه آفتاب و ماه و 11 ستاره مرا سجده کردند. و پدر و برادران خود را خبر داد و پدرش او را توبیخ کرده و به وی گفت این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا من و مادرت و برادرانت حقیقتا خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم نمود؟ و برادرانش بر او حسد بردند و اما پدرش آن امر را در خاطر نگاه داشت. ادامه داستان یوسف هم که نمیدونید دیگه، برادرانش به خاطر همین حسدی که بردند و این قضیه رو شنیدن، اونو به عنوان غلام میفروشنش که بعد به مصر میره و میشه مقام دوم بعد از فرعون. اونجا باز خدا باش ارتباط داره. این خوابایی که میدیده پیشگویی هایی بوده که خدا از طریق رویا بهش میداده. خدا با انبیا از طریق رویا در ارتباطه و فقط رسول ها و مثلا پیامبر ها بودن که مثل موسی، مثل هارون برادرش، اینها بودن که مستقیما نه اینکه ببینن خدا رو ولی مستقیما صحبت میکردن با خدا، چون خدا میگه هر کسی، هر انسانی منو ببینه همانا میمیره. خب بعد از یوسف میریم سراغ همچون که گفتم باز در زمانی که نسل یعقوب میرن به مصر، اونجا بارور کثیر میشن، اما فرعونی که در اون زمان بوده میمیره و فرعون جدیدی صاحب مقام میشه و یوسف هم که فوت میکنه. اما این قوم چی میشن؟ برده میشن، یعنی برای فرعون جدید به عنوان برده استفاده میشه. به خاطر همین خدا به موسی ظاهر میشه، باز موسی التفات پیدا میکنه. ببینید
چقدر جالب، موسی رو خدا محبت میکنه از این طریق. خیلیه که یک شخصی رو خدا انتخاب بکنه و باش صحبت بکنه مستقیما. همونجور که میدونید گله‌دار بوده در بیابون و به کمک حالا کسانی که همراه خودش شبانی میکردن، میگه که یه اون بوته از ساعت هاست داره میسوزه ولی سوخته نمیشه، من برم یه سر بزنم ببینم چیه. اونجا که میره متوجه میشه که خداست در آتش، البته خدا رو نمیبینه و خدا باش سخن میگه برو و قوم منو از دست فرعون نجات بده و کلی آیات و با آیات عجیب و غریب سر فرعون و کلا مصری ها میاره تا بالاخره آزادش بکنن. البته خدا میگه من این کار میکنم و دل فرعون رو سنگ میکنم که شما رو آزاد نکنه تا من بتونم آیات قوی به عمل بیارم که تا ابد، تا زمانی که آیندگان هستن این آیات براشون باعث بشه که ایمان بیارن به خدا و بدونن خدا چقدر قدرتمنده و این خیلی جالبه. بعد از موسی میرسیم باز به ابراهیم نبی که اصلا پدر ایمانداران خونده میشه، حتی در اسلام هم خیلی بهش احترام میذارن، چون اصلا یک نسل از اعراب از اسماعیل بودند. یه تفاوتای البته با قرآن داره، میدونم، من یه تحقیق راجع به این قضیه کرده بودم که در قرآن اینجوری اومده که اسماعیل برای قربانگاه رفته، در صورتی که برعکس اسحاق برای قربانی، چون پسر اصلی ابراهیم نبی می شده. خدمتتون عرض کنم، حالا اونم خیلی میشه در موردش صحبت کرد، خیلی عالیه. حالا میخوام از افراد خاص به حساب بیای و فرزند خدا خونده بشی. راه گذاشته خدا توی کتاب اشعیای نبی از آینده میگه کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد. زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمالی است و چون او را مینگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. در مورد مسیح میگه به خاطر اینکه خدا بهش منظر خاصی نداده، خوشگل نبوده، یک آدم عادی بوده. اینجا توضیحش به خاطر همینه که نه صورتی و نه جمالی میباشد. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد و چون او را مینگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از رو بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و آن که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از
زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهم نمود. اینجا خدا میگه بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود و به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. یعنی شفاعت ما فقط از طریق مسیح. حالا توضیح بدم. میدونم منم مسلمان بودم، بسیار سختی که قبول بکنی که اون چه اعتقاد داشت اعتقاداتت کلا اشتباه باشه. مثلا که نه، واقعا من خودم زمان که ایمان آوردم چون خدا رو فقط احساس کردم، لمس شدم، یعنی حس کردم خدا وجود داره و ایمان که آوردم روح القدس دریافت کردم، در من عمل کرد، کم کم ایمانم قوی شد. ولی ابتداش واقعا برام سخت بود که مثلا وضو نگیرم یا مثلا خیلی شریعت های دیگه، کارهای دیگه، چطور نماز نخونم. البته فکر نکنید چون نماز حالا به اون صورت نداره عبادت وجود نداره. اتفاقا عبادت از روی خلوص نیت مستقیما با خدا با زبون خودت صحبت میکنی و خدا میشنوه. اینو مسیح قول میده، میگه اون چه از خدای پدر بخواید در نام من امضاش بکنید همان لحظه یافته اید. ایمان داشته باشید. حالا متفاوت بودن افکار خدا با انسان میخوام بگم. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نیست. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. این میخوام بگم که خدا رو با خودمون مقایسه نکن. برای خدا محدودیت ما نمیتونیم بذاریم. خدا رو هنوز هیچ کس غیر از مسیح ندیده و مسیح بر روی زمین ها، اون فرشتگان که در ارتباطن هیچ. و میگه که کلا طریقهای من و افکار من با شما فرق داره. پس برای خدا ما نمیتونیم محدودیت بذاریم. وقتی خدا خودش در کتاب مقدس که دیگه قدیمی ترین کلام از خدا هست، فرشته‌ها رو به اسم پسران خودش معرفی میکنه و مسیح رو هم همینطور. تعجب نکنید، پسر جسمانی نیست، مثل دنیوی فکر نکنید. مسیح رو چند بار توی انجیل گفته میشه که دنیای بالا رو با پایین دنیوی نگاه نکنید، دنیای ملکوت رو. متفاوته. چیزی که در اسلام برعکس است. در اسلام بهشت رو بهتون قول میدن، شیر و شهد و نمیدونم حوری و جور چیزا. هیاز واقعا خنده داره. یک تفکر غلطی هم که در اسلام وجود داره اینه که انسان رو اشرف مخلوقات اعلام میکنه، در صورتی که اشرف مخلوقات فرشته ها هستن. در کتاب مقدس اومده، حالا من نمیدونم که متنش
آیه‌شو زدم یا نه، ولی آمده که خدایا تو انسان را اندکی از فرشتگان پایین‌تر آفریدی، یعنی درجه پایین‌تری داریم از فرشته. پس اینی که در اسلام میگن آقا، من اصلا گفتنش ناراحت هم میکنه این قضیه، واقعا میگم، یعنی الان پشتم لرزید باور کنید که الان بخوام بگم این قضیه رو، که ما به حساب در اسلام به بهشت بریم و در اونجا خدا بهمون حوری بده. یه آفریده‌هایی که از ما بالاترن. مسیح میگه که دنیای ملکوت رو دنیوی نگاه نکنید. در آنجا تا کسانی که از طریق مسیح، چون مسیح به خاطر گناهان بشر مثل بره قربانی پاکترین شخصیتی که میتونست باشه روی زمین، که بتونه خونش تمام گناهان بشر رو ببخشه با ایمان آوردن بهش، با ایمان آوردن به مسیح. با مسیح میگه آشتی با خدا اتفاق میفته. یه چیزم بگم که تو اسلام خیلی سخت قبول کردنش، ولی خدا در کتاب مقدس میگه که همه انسان ها گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است و گناهکاران نمیتوانند با خدا رفاقت داشته باشند همانطور که رفاقت داشته باشند. بنابراین میگم در زمان موسی شریعتی خدا گذاشت به شدت سخت بود. من بخشش رو رسید میتونم براتون بخونم، حالا میخوام زمان زیاد نشه، از تحملتون خارج نشه. توی اعداد، کتاب اعداد اعداد 15 باب 15 سرفصلش، یعنی ابتدای بابش هدایا و قربانی ها. و خداوند موسی را خطاب کرد و گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو چون به زمین سکونت خود که من آن را به شما میدهم داخل شوید و میخواهید هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید، چه قربانی سوختنی و چه ذبیحه وفای نذر یا برای نافله یا در عیدهای خود برای گذرانیدن هدیه خوشبو به جهت خداوند، خواه از رمه خواه از گله، آنگاه کسی که هدیه خود را میگذراند برای هدیه آردی 1 عشر ایفه آرد نرم مخلوط شده با 1 ربع هین روغن به جهت خداوند بگذراند و برای هدیه ریختنی 1 ربع هین شراب با قربانی سوختنی یا برای ذبیحه به جهت هر بره حاضر کن، یا به جهت قوچ برای هدیه آردی 2 عشر ایفه آرد نرم مخلوط شده با 1 ثلث هین روغن حاضر کن و به جهت هدیه ریختنی 1 ثلث هین شراب برای خوشبویی به جهت خداوند حاضر کن. و چون گاو برای قربانی سوختنی، ببینید قربانی هم اینجوری نبود مثل اسلام در سال یه بار حالا یه قربانی بدی بعد گوشتش حالا یا تقسیم کنی یا خودت بخوری، مثلا این تاثیر این حالا برداشتی بوده از هم، چون اسلام ادعاش اینه که ادامه دهنده انبیاء قبلیه، در صورتی که حالا بهتون میگم که توضیح میدم که میگه عیسی مسیح میگه من آخرینم، منتظر کسی بعدی نباشید شما، چون خدا کارشو با عیسی مسیح تموم کرد و این قول رو داد که با ایمان به عیسی مسیح گناهان شخص بخشیده بشه و ارتباط با خدا برقرار بشه و روحی تازه به انسان میده خدا، روح القدس، روح خداوند داده میشه. اونم دلیلش اینه که فکر میکنم نوشتم اونو براتون میخونم. ببینید قربانی سوختنیشون اینجوری بوده که قربانی رو مثلا گاو کلا میسوزوندن برای خدا تا عطر خوشبو بشه برای خدا، همراهش هم نوشته چه چیزهایی.
و خیلی طولانیه، یعنی انقدر طولانیه برای هر گناهش باید طرف یه بره، یا اگه نداشته دیگه حتما باید یه دو تا فاخته و نمیدونم کبوتر و اینجور چیزها قربانی میداده و مقداریشو فقط سهم کاهن میشده که خدا اعلام کرد مثلا پای راست گوسفند میشه سهم کاهن که داره این کارا رو انجام میده، چون کاهن دیگه هیچ ملکیت حتی خونه نداشته اونجا در اسرائیل در واقع. برای همین خدا یه قسمتی از بعضی از قربانی ها رو سهم کاهنای اونجا که اون زمان هارون بوده و بعد لاویان شدن، نسل لاویان در واقع کاهنای خداوند شدن. خیلی طولانیه، من بخوام بخونم بخشای خیلی طولانی داره و توضیح مفصلی داره که از این که برای چه گناهی چی باید قربانی بدی، چه از نمیدونم برای 1 ساله باشه، قوچه 1 ساله باشه، نمیدونم نر باشه، ماده باشه، گاوش چجوری باشه، با چی سوخته بشه، نمیدونم خیلی چیزا. انقدر طولانی یعنی یک گناه که حالا من مثال کوچیک بزنم براتون، یک دروغ ساده که در اسلام تو ویدیوی قبلی هم گفتم، متاسفانه این که میگن دروغ مصلحتی، و در صورتی که فکر بکنین میبینین 99% زمانی که دروغ میگید مصلحتی درش هست، ولی چرا دروغ میگید؟ حتما مصلحتی داشت. پس بنابراین به همین راحتی نمیتونیم از کنار این چیزا رد بشیم. اتفاقا خدا با ریاکاران خیلی مخالفه و واقعا اعلام میکنه که بیزاره از کسانی که ریاکاری میکنن و از دروغ. بنابراین اینا رو ساده نگیرید. خیلی چیزا میگم زمانی که ایمان میارید به عیسی مسیح تازه متوجه میشین که چقدر مسائل دور بر متوجه نبودین که گناه این کار، یا مثلا باعث رنجش خدا میشه. اینا رو روح القدس تعلیم میده و از طریق خوندن کتاب مقدس متوجه میشیم، در ایمان رشد میکنیم و کلا رنج های زندگی حتی براتون لذت بخش میشه، ساده تر میشه، اینجوری بهتون بگم. چون میدونید که اگه رنجی دارید میکشید آینده خوبی دارید، میدونید که نجات پیدا کردید، خون عیسی مسیح بر روی گناهانتون قرار گرفته. فقط از این طریقه که خدا میبخشه گناهانو و از اونجا به بعد مسیح میگه روزانه صلیب خود رو بردارید منو پیروی بکنید. منظورش اینه که فرایضش رو عمل کنید. فرایضش هم چیه؟ محبت 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 محبت. خب یه توضیح هم بدم. همونطور که خدا قوچی را برای قربانی به جای اسحاق و پسر ابراهیم نبی فرستاد، عیسی مسیح را نیز فرستاد تا به جای نسل‌های انسان بمیرد. نیاز نباشه دیگه شما برای هر گناه، چون مسیح هم میگه یه جا که خداوند میگه جانم از قربانی های شما بیزاره، چون من قلب شما رو میخواستم نه قربانی های شما رو. طرف مثلا میگم یه گناه میکرده قربانی میداده، مجددا گناه میکرده، یعنی اون قلبش بازم با خدا نبوده، فقط برای گناهش قربانی رو میداده و فقط بخشیده میشده، ولی ارتباطی باز به وجود نمی اومده. به خاطر همین که میگم هرچی میگذره گناهان بشر افزوده و افزوده میشه. بسیار ترسناک این قضیه. او چنین کرد تا هر که به عیسی مسیح ایمان آورد و توکل کند بتواند به حضور خدا راه یابد. بنابراین پیروان عیسی مسیح از مجازات جهنم رهایی می‌یابند و تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. و عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد، به پیروان خود فرمود مردم
به نام من تمام ملت ها اعلام خواهند کرد که خدا گناهان کسانی را که توبه و بازگشت کنند خواهد بخشید. همچنین فرمود که روح القدس را خواهد فرستاد تا با پیروانش باشد و راستی را بدانها نشان دهد و قدرت بدهد تا راه خدا را پیروی کنند. این بسیار مهمه. اینی که گناه نکنید ساده نیست، واقعا ساده نیست. قدرتش خود از طریق روح القدس میده. این روح القدس بهتون قدرت میده که بتونین گناه نکنید و هر چه ارتباط داشته باشین قدرتتون بیشتر میشه در اینکه راسخ باشین و قوی باشین توی ایمانتون و به خاطر اینکه با خدا ارتباط دارین و حسش میکنین تو زندگیتون، تو خودتون، تو وجود خودتون، در ارتباطاتتون، در دعاهاتون متوجه خدا میشین که خدا میشنوه و در شما عمل میکنه. خود به خود به سمت گناه نمیرید. حالا نمیگم یه دفعه هم اتفاق میفته، چون نوع ایمان معروفه در دین مسیح. میگن نوع ایمان قدرت ایمانش خیلی زیاده. از همون ابتدا خدا شدیداً در انسان عمل میکنه، چشم آدم رو باز میکنه نسبت به زندگی، نسبت به گناه. واقعا خیلی سخته. حالا توی کتاب یوحنا که از رسولای مسیح بوده میگه ای حبیبان یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. بازم کتاب اول یوحنا باب 3 آیه 16 از این امر محبت را دانستیم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران خود بدهیم. در مورد مسیح صحبت میکنه، میگه محبتش رو اینجوری متوجه شدیم که بیگناه روی صلیب رفت و خونش رو برای گناه بشر داد و مرد و در روز سوم همونطور که پیشگویی هم شده و قبلا هم گفته شده از دنیای مردگان برمیخیزه و ظاهر میشه به شاگرداش و به خیلی دیگه که پیروانش بودن و بعد بر ابری به آسمون میره و میگه خوشحال باشین، چون شاگرداش گریه میکردن و خیلی کسایی که حدود چند هزار نفر بودن که در دامن کوه جمع شده بودن تا مسیح میخواست از زمین بره، همه ناراحت بودن. گفت مسیح در جواب گفتش که خوشحال باشید، چون من با رفتن من روح القدس رو میفرستم براتون تا قدرت یابید بر شیطان. و همینطور هم میشه. به شاگرداش میگه توی اورشلیم بمونید تا روح القدس رو دریافت کنید. همین کار میکنن، توی خونه میمونن و روح القدس رو دریافت میکنن که مانند آتش از آسمان میاد. جالب اینه که در عیدی بوده و مردم خیلی مردم هم اومده بودن به اورشلیم و میبینن این صحنه رو و میبینن شاگردان میان بیرون و با زبانهای مختلف صحبت میکنن. چون یه چیزی بگم در مورد زبان که یکی از سوالات من شاید بوده تو ذهن من در زمانی که مسلمان بودم که این زبون ها چجوری به وجود آمدن، کی این زبون ها رو ساخته؟ و در سن من ندیدم که زبون جدیدی به وجود بیاد. یکم تغییراتی، نمیدونم لهجه های کلمات عجیب غریبی توی زبانمون شاید بیاد، ولی اصل زبانمون تغییر نمیکنه یا یک زبان به طور کلی جدیدی به وجود نمیاد. خدمتتون عرض کنم که خدا باعث این قضیه شد. اینم حالا انشالله توی امید خدا توی ویدیو بعدی شاید اگه یادم نره توضیح میدم که دلیلش چی بود، چون این طولانی شد تو این زمینه. حالا اگر دوست دارید شما هم نجات پیدا کنید و روح القدس را دریافت کنید و ارتباط با خدا براتون آغاز بشه و خدا گناهانتون رو ببخشه،
با من دعا کنید. خداوندا، تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که مرا دوست داری. غمگینم که از احکام تو سرپیچی کردم و در حق تو گناه ورزیدم. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا بر صلیب به جای من بمیرد و اینکه او باز زنده شد. سپاس که او مجازات گناه را که من سزاوارش بودم بر خود گرفت. من میخواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده به سربرم بسازم. سپاس که گناهانم را بخشیدی و راه را گشودی تا به حضور تو بیایم و تا ابد در پادشاهیت با تو باشم. استدعا دارم که روح القدست را به من ارزانی بداری تا با من باشد و راه تو را به من نشان دهد. باشد که او مرا قوت بخشد تا تو را به تمامی دل خود دوست بدارم و زندگیم مورد پسند تو باشد. آمین. فیض خدای زنده با شما باشه. امیدوارم بازم ویدیوهای بعدی رو ببینیم. با امید دیدار.